امروز دشمنان الله به این اکتفا نکردن که مسجدها را بند کنند، به این اکتفا نکردن که بعضی از مسلمانان را آزار اذیت برسونند. برای ریش، برای سنت، برای فرایض الهی. ریش همچون عامل یا نشانه یا پیغام به همون عقیده های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی حزب و حرکت در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشن. حتی بدبختا تا این درجه را جرأت کردند که امروز میآیند حجابای خواهرها و مادرای ما و شما را میکشند. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. برادران، میخواستم امروز مسئله‌ای که در وطن ما و شما در تاجیکستان پیش آمدگی است، میخواستم برای ملت عزیز و برای تمام امت اسلام این چیز برسونیم که امروز این حکومت خونخوار، این حکومت ظالمی که با این قدر آزار و اذیتی که ملت خود شمیتیه با این اکتفا نکرده، امروز دست به حجاب های خواهران و مادران ما و شما دراز میکنند. امروز ما اومدیم در اینجا میخواهیم که همه چیز برای ملت و برای امت اسلام برسونیم. تا دی روزه مسلمانان را ملامت میکردند، تا دی روزه مجاهدان را ملامت میکردند، به هر بهانه، به هر نیرنگ و مکر و حیله و بهانه های گوناگون می اومدن جوانای مسلمانان را از مسجد باز می داشتن. امروز که این ظالما و کافرها دیگه بهانه نیافتند، آشکارانه مقصد خودشانه و هدف اساسی که اونا داشتن این را برای امت و برای ملت نشان دادن که دشمنی اینا به ملت تاجیکستان فقط این نیست که اینا به خاطر فرزندای اونا، به خاطر دینداری اونا، اما جای تأسف اینجا است که ملت مظلوم تاجیکستان اینقدر صبر کردن، اینقدر ترسیدن، اینقدر خطوه به ترس داختن، امروز اومدن در حجابای خواهرها و همسراتون دست زده ایستادن. در حالی که الله سبحانه و تعالی در این آیت میفرماید، الله سبحانه و تعالی میگه: یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، برای همسرانت بگو، و بناتک، و برای دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، و برای زنان مسلمه، یدنین علیهن من جلابیبهن، اونها روی سریشونه یعنی حجابشونه رعایت بکنن. این برای اونا، برای پاکدامنیشان، برای عفتشان خیلی خوب است. امروز دشمنان الله به این اکتفا نکردن که مسجدها را بند کنند، به این اکتفا نکردن که بعضی از مسلمانان را آزار و اذیت برسونند برای ریش، برای سنت، برای فرایض الهی. حتی بدبختا تا این درجه را جرأت کردند که امروز میآیند حجابای خواهرها و مادرای ما و شما را میکشند. بعضی از فاسقه ها، بدینه هایی که قطعی اونا هم کارن هم فکرن، اومدن یک مادر مسلمه را میگن که حجاب تا از سرت بیرون که میگن. اون مادر میگه که تو به حجاب من چیکار داری؟ حجاب است، من حجاب خود عفت خود حمایت میکنم. من مثل تو یک انسانی بدبختی بدینی فاحشه نیستم.
میخوام که ایمان خود حفاظت کنم. از الله میترسه، این چیزا بیان میکنه. این زن بدبخت میگرده میگه که تو باید حجاب از سرت بیرون کنی. قانون تاجیکستان را باید رعایت کنی. قانون کمونیستی و کفری را باید رعایت کنی. تو باید حجاب از سرت بگیری. در قانون این کمونیستا، در قانون این کافرای بدین که خودشان مثل نعوذ بالله مثل حیوان ها زندگی میکنن، مرد از زن فرق نمیکنن، مادراشون از خواهراشون فرق نمیکنن، مادرها و خواهراشون از بیگانه فرق نمیکنن. برای اینا عادی است. چخیلی که سگای روی راه زندگی میکنن به همدیگر رعایت نمیکنن، اینها هم مثل همونا زندگی کردگیان. میخواهند که امروز خواهری من تی مسلمانه همین خیلی نشان بتیم. لیکن کور خوانده بدبخت او مادری که نمیخواه حجابش از سرش بیرون کنه، او خواهری که عفتش نمیخواه از سرش بیرون کنه، تو بدبخت میخواهی که دست پلیت تا بدوزی در بالای سر ای. فکر نکن که امت مردگی است. والله قسم با این کار تو شما هیچ کار نمیکنه مگرم ملتی تاجیک بیدار میکنه. ملت بیدار میکنه که بر علیه شما متجاوزا، بر علیه شما ظالمای بدین بخزن و شما را نشان بدین، درس عبرتون بدین. چخیلی که گذشتهات و درس دادن شما را اجدادتون همین روسیه، کمونیستای روسیه 70-80 سال زدن، نتونستن که اجداد ما را از دینشو به دین کنن. امروز شما چوجای کمونیستا اومده برای ما میخواهی که عقیده پوچ اختال نشان بدید، در حالی که در او وقت ملت ما خیلی از دین عقیم مانده بودن. اما امروز الحمدلله ثم الحمدلله او تکنیکایی که شما فکر میکردین که با او چیزا شما ملت گمراه کنین، با کفر ببرین، لیکن الله سبحانه و تعالی اونها را به دست خود شما تجهیز کردین، تیار کردین. به دست شما امروز امت از دین خودش آگاه شد. ملت تاجیک امروز مذهبش، دینش، عقیدهش فهمید که عقیده من باید چخیل باشه. و چقدر شما پلیدا میخواهی که سختی کنه به بالای ملت، لیکن انشاءالله ملت در مقابل شما مثل کوه استاد میشود و شما با این عقیده کثیف خودتو نمیتونه که به بالای ملت مظلوم تاجیک شما نفوذ پیدا کنید. میگن که این قانونی عربای، قانونی بیگانه های، قانونی که شما آورده. قانونی که است زنا را تیوبکه میکنین، تمام جاش برهنه است، میتوه. این در کدام دین است، در کدام عقیده است، در کدام فکر است، در کدام حتی حیوان اگر همی چیزا بوشنی والله حیوان شرم میکنه. لیکن شما بدبختا چنین حیوان هم عقل ندارین. امروز شما اومده میخواین که همین فکری احمقانه خودتون در بالای ملت اجرا کنین و ملت از این چیز غافل نیست. بله امروز شما یک خواهر آزار میرسونین، 10 خواهر آزار میرسونین، لیکن عاقبت این انشاءالله به خیر مؤمنین است. و این پیام ما بود برای ملت و خاصتا برای امت اسلامی